نمیدونم اون خارج آنلاین هم چیزی. این بازی چجوریه؟ مثلا گروهیه، بعد مثلا 5 نفر اشیا میشن و به اینجا قایم بشن. 5 نفر هم باید من بهشون شلیک کنن، یعنی اگه بفهمن باید بزنن. اینجوری بازیش. الان من اینو داشتم، اومد از اول اسکینو داشتم، به خدا من این بازی رو داشتم، ولی به خاطر پاک کردنش اینو اومد از اول. تو مثلا این اکثر ممکنه اینا مثلا چیز باشن، آدم باشن، ولی تقریبا اشیا شده باشن. این چی میگم؟ اشیا میشه هر چند دقیقه یه بار یه اسکریم بالاتر سر صدا میکنه، بعد دور خاموش میشه. این یه سرنخی برای اونایی که باید میتونن مثلا نگاه این داره در میره، خب معلومه پس زنش نمیشه. حالا گیرش میارم. ای اون داره نکن میزنم. یکیش مرد، اونم مرد. اوه نمیشه. من خودم الان اشتم بود دارم یه جایی که چیز باشه. من به هرچی میتونم شد. لازم هر به کیک بشم، لازم همبرگره بشم. بعد بچه یه نکته دیگه که وجود داره، این بازی مثلا اگر همبرگر باشه همیشه کوچیک‌تر زودتر به صدا در میاد آلارمش، ولی اگه مثلا بزرگتر باشه زودتر مردم. یعنی این اگه بزنم این خورده بزنم همین خیلی موقع خیلی بشم. چطورم بوده من خیلی تنگین بوده بچه اسکیم هم نیستش نه؟ میریم بازی دست بکنم بگیم چیز بس اون بازیشون تموم بشه. صدا داره میاد و صدا دنبال کنه ببینه کجاست. این بود استیکرم بالا سرش اومد، هدیه بود. اون دوتاشمون یه خورده عقل نداشت ندادش، ولی این زن اومد زدش، این اومد زدش. بچه بازی بسیار 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 فوق العاده ای ازش آنلاین این بازی. یعنی آره یعنی آنلاین بازی کنید، یعنی آفلاین نمیتونید بازی کنید. الان باختن اینا، الان تبدیل توپ شدم. من اومدم تو بازی تبدیل به توپم. ببین باید برم یه جایی که مثلا هم تبدیل به کیف بشم، برم اینجا. چون کیف صداش دیرتر صدا در میاد. اینم کیفه، این آبیه نکنی یارم. برم یه جایی که تابونش کنم. و این حالا تکم میخورم میفهمه. وای 3 2 یارم مثل در میاد در برم. اینجا این قدرت میزنه اینا تا
توالت در رفتم. الان میام. اینا دماغم 45. اومد. وای نه. منو زد. خوش میشم. وای یارم اینه. اینجاست. این یارم اینجا همه مونده. اشتک نکردم. در من ندنشی نمیتونه در بره. آقا در بر در میزنم. خب نوب بود یارم. اصف میکنم توی این بازی. یکی دیگه برم یارم. تو ماز بتر از منه. الان میبینیم مثلا هر دست اول سر ما شدن اشیا ما شدیم باید اون رو بزنیم. هر دست عوض میشه. الان ما داریم اون رو بزنیم. الان حسم میگه این هستش. بهش چی بزنه معلوم میشه. این خب دیگه هم جونم میده. این یه تیم خودش چی رو داره جوری کم نمیشه. صدا میاد. آها بچه ها اینا باشه. چی؟ این نه اشتر میگم دقیقا باشکار میگم. نگاه اشتر خودت مشهور نیست این خود باید بحث جونم 55. من هنوز سب میکنم تا بالاخره آدم یکشون صدا بیاد. امکانه داره شما دیگه نباشم که بالاخره صدا در میاد. از این اگه مثلا تو بسکتبال باشی بپری اینجا بری تو رو بابا این یارم اومد دارم به اون پسر حساب شد. قدرتش رو زدم هم گوسفند شدم. ناشش دیدیش بچه ها دیدینش اون که رفت اونجا هیچی ولی من یه چیزی میبینم گوگلی قدرت شده و خوب دیگه نه باز گوسفند یه چیزی خوب شده. کجا رفت خندم میکنی اسکر خنده میذاره یارم چی بودی؟ یارم ملکی زد بردن اونا. نفر اول ایشون خانم نمیدونم لرا کوتور هم چیزی بند لایکش میکنم چه اصلا نمیدونم باش صندلی اصلا خوب نیست. کادو بازی چیزی کادو هم میرم اینجا بس اون اتاق ورزش بکنم. بچه این بازی یه باگایی داره بچه من پیدا کردم. وای اشتباه یه هرم گرفتم. ای والا
10 ثانیه دیگه بزنم. حالا نه باید فقط سریع کوکر رو بزنم در برم. کوکر رو نزدم. وای بلم کن. مردم و اونها بردن. یکیش ایناشی اولی رو پیدا کردم برای خودم. بیا جوجو داخل کاده چیه؟ جوجوه؟ نزدمش. یک شب موندش. بیا ببینم چی داره در میره. من زدمش. این باید میزنیم صدا میاد. این ندیم برای کجاست. بچه اینجا خیلی مشکل میزنم. یکی میزنم خود بمیره یارم. یکی میزنم داداش چجوری رفتیم اونجا؟ کو خب من نمیبینم اینا رو. خب میرسیم به اتاق اسباب بازی ها. خدا چه باید اونجا باشه. کجاست؟ چرا یادم اینجا آشده البته رفته بیرون. الان میبازیم بچه ها. این دفعه بوز شدیم. بهتر از چیزای دیگه است شدیم. چرا باید گوسپند بشن دوباره؟ سلام خوبی؟ وقتی من علاف شدم. کاده میشم میرم اینجا. بچه 5 ثانیه دیگه بسه در میاد. باید برم.
مردم من نمیفهمم اینجا با چیکار کنم. ترامپولین رو اش میکنید اینجاست. اسمش کریه. مثل همیشه گروه ما باخت عالی. یکی از این بود باشه خود بین. یکی از این حتما بود باشه. بچه کدوم بود صداش؟ این نبود، این بودا، این فکر کنم این کجا؟ یکی دیگه چقدر بخش تکنولوژی داره. دوباره همون خانمی قبلا بعدش دوباره برنده شد، از تیم اونا برنده شد. تیم با تیم اونا نمیدونم، من مشلاک دادم دیگه. خب اگه از این بازی خوشتون اومد بگید، حتما براتون بیشترش میکنم، از این ویدیو بیشتر میذارم. اگه خوشتون نیومد بگید، من کمتر از این ویدیو میذارم. اگه خوشتون اومد حتما بگید، من بیشترم میذارم. تا پارت بعدی این بازی خدا نگهدار.